پیرمردی در دامنه کوههای دمشق هیزم جمع می‌کرد و در بازار می‌فروخت تا ضروریات خیش را رفع کند. یک روز حضرت سلیمان پیرمرد را در حالت جمع آوری هیزم دید. دلش برایش سوخت. تصمیم گرفت زندگی پیرمرد را تغییر دهد. یک نگین قیمتی به پیرمرد داد که بفروشد تا زندگیش بهبود یابد. پیرمرد از حضرت سلیمان تشکر کرد و به سوی خانه روان شد و نگین قیمتی را به همسرش نشان داد. همسرش بسیار خوشحال شد و نگین را در نمکدانی گذاشت. 1 ساعت بعد به کلی فراموشش شد که نگین را کجا گذاشته بود. زن همسایه نمک نیاز داشت و به خانه آنها رفت و زن نمکدان را به او داد. زن همسایه همین که چشمش به نگین افتاد، نگین را پیش خود مخفی کرد. پیرمرد بسیار مایوس شد و از دست همسرش بسیار ناراحت و عصبانی و خانم پیرمرد هم گریه می کرد که چرا نگین را گم کرده است. چند روز بعد پیرمرد به طرف کوه رفت و در آنجا با حضرت سلیمان روبرو شد. جریان گم شدن نگین را به حضرت سلیمان علیه السلام گفت. حضرت سلیمان یک نگین دیگر به او داد و گفت احتیاط کن که این یکی را گم نکنی. پیرمرد از حضرت سلیمان تشکری کرد و خوشحال به سوی خانه روان شد و در مسیر نگین را از جیب خود بیرون کشید و بالای سنگ گذاشت و خودش چند قدم دور نشست تا نگین را خوب ببیند و لذت ببرد. در این وقت ناگهان پرنده نگین را در نوکش گرفت و پرید. پیرمرد هر چه که دوید و هیاهو کرد فایده نداشت. پیرمرد چند روز از خانه بیرون نرفت. همسرش گفت برای خوراکی چیزی نداریم، تا کی در خانه می نشینیم؟ پیرمرد دوباره به طرف کوه رفت. هیزم را جمع آوری کرد که صدای حضرت سلیمان را شنید که حضرت سلیمان ایستاده است و به حیرت به سوی او می نگرد. پیرمرد باز قصه نگین را تعریف کرد که پرنده آن را ربوده است. حضرت سلیمان گفت که میدانم تو به من دروغ نمیگویی. این نگین از هر دو نگین قبلی گرانبهاتر است. بگیر و مراقب باش که این را گم نکنی و حتما بفروش که در حال زندگیت تغییری آید. پیرمرد وعده کرد که به قیمت خوب میفروشد. بار خود را برداشت و به سوی خانه حرکت کرد. خانه پیرمرد کنار دریا بود. هنگامی که به لب دریا رسید خواست که کمی نفس بگیرد و نگین را از جیب خود بیرون کشید که در آب بشوید. نگین از دستش خطا رفت و به دریا افتاد. هرچه که کوشش کرد و شنا کرد چیزی به دستش نیامد. با ناراحتی و عجز تمام به خانه برگشت. از ترس سلیمان به کوه نمی رفت. همسرش به او اطمینان داد صاحب نگین هر کسی که است تو را بسیار دوست دارد. اگر دوباره او را دیدی تمام قصه برایش بگو. من مطمئن هستم به تو چیزی نمیگوید. پیرمرد با ترس به طرف کوه رفت. هیزم را جمع آوری کرد و به طرف خانه روان شد که تخت حضرت سلیمان را دید. بار خود را زمین گذاشت و دوید و گریخت. حضرت سلیمان میخواست که مانعش شود که فرستاده خدا جبرائیل امین آمد که ای سلیمان، خداوند میگوید که تو کی هستی که حال بنده مرا تغییر دهی و مرا فراموش کرده ای؟ سلیمان با سرعت به سجده رفت و از اشتباه خود مغفرت خواست. خداوند به واسطه جبرائیل به حضرت سلیمان گفت که تو حال بنده مرا نتوانستی تغییر دهی. حال ببین که من چطور تغییر میدهم. پیرمرد که به سرعت به سوی قریه روان بود با ماهیگیری روبرو شد. ماهیگیر به او گفت پیرمرد، من امروز بسیار ماهی گرفتم، بیا چند ماهی به تو بدهم. پیرمرد ماهی ها را گرفت و برایش دعای خیر کرد و به خانه رفت. همسرش شکم ماهی ها را پاره کرد که در شکم یکی از ماهی ها نگین را یافت و به شوهرش مژده داد. شوهرش با خوشحالی به او گفت تو ماهی را نمک بزن، من به کوه می روم تا هیزم بیاورم. هنگامی که زن پیرمرد نام نمک را شنید نگین اول به یادش آمد که در نمکدانی گذاشته بود. سریع به خانه همسایه رفت. وقتی که زن همسایه زن پیرمرد را دید ملتمسانه عذرخواهی کرد. گفت که نگینت را بگیر، من خطا کردم، خواهش میکنم به شوهرم چیزی نگو چون شخص پاک نفسی است. اگر خبردار شود من را از خانه بیرون خواهد کرد. پیرمرد در جنگل بالای درختی رفت که شاخه خشکی را قطع کند. چشمش به نگین قیمتی در آشیانه پرنده خورد. نگین را گرفت و به خانه آمد. زنش ماهی ها را پخت و یک شکم سیر با هم ماهی خوردند. فردا پیرمرد به بازار رفت. هر سه نگین را
به قیمت گزها فروخت. حضرت سلیمان تمام جریان را به چشم دید و یقین یافت که بنده حالت بنده را نمیتواند تغییر دهد تا زمانی که خداوند نخواهد. به خداوند یقین و باور داشته باشید.